از تو صحن سقاخانه رد می شدم، دیدم یکی داره وضو میگیره، وضوش اشتباهه، باطله. کنارش نشستم گفتم آقا این وضو باطله. به زبان انگلیسی به هم جواب داد متوجه نمیشم چی میگی. این شخص به زبان خارجه هم مسلطه. گفت به ایشون گفتم به انگلیسی وضوتونو میگم باطله. گفت خندید، گفت من امریکایی هستم، به زیارت علی ابن موسی رضا آمدم، مسیحی هم، ولد نیستم. به هم گفتن اینجا میخوای بری باید دست و صورت تو اینجوری بشوری. گفت دستشو گرفتم، گفتم چت شده اومدی اینجا زیارت امام رضا؟ گفت رو کرد به من، گفت من خلبانم، امریکاییم، تو ایالات مختلفش امریکا غالبا کار پروازی انجام میدم. همسر من مبتلا به تومور مغزی شد. دکترای امریکا گفت دست رد به سینم زدن، گفتن هیچ خرجش نکن، 6 ماه هم دیگه بیشتر زنده نیست، فقط بذار از این 6 ماه لذت ببره. یه روز اومدم فرودگاه، پرواز داشتم، رئیس فرودگاه های ایالت ما یه آقایی مسلمون اسمشم عماد، شیعه است. حالا احوال کرد، گفت چرا گرفته این؟ گفتم زنم مریضه، تومور مغزی داره، دکترا ردش کردن، گفتن 6 ماه دیگه هم بیشتر زنده نیست. از بابی که آدم خوبیه دعا میخواد بخونه برای زن منم دعا کنه بهش گفتم. سری تکون داد، ناامید نباش خوب میشه. رفت داخل مسیری که باید ادامه میداد. دقایقی گذشت دیدم منو صدا میزنه اتاق ریاست فرودگاه مراجعه کن. وارد اتاق ریاست شدم، همین رئیس کل فرودگاه رو دیدم، پرونده منو ورداشته داره نگاه میکنه. تا که وارد شدم ادبی کردم، رو کرد به من، گفت قصه نخوری زنت خوب میشه. گفتم ما بهت گفتیم دعا کن، خیلی سفت میگی زنت خوب میشه، از کجا میگی؟ گفت مگه این پرونده تو نیست؟ گفتم چرا؟ گفت پرونده پروازی تو نگاه میکردم هفته آینده پروازات کجاست، دیدم یه پرواز شرق آسیایی هم که داری. گفتم خب اینو من تو فرودگاه مشهدم نقل کردم که خود آقای مهندس اسماعیلی رئیس کل فرودگاه های استان که بعدم شدن رئیس کل فرودگاه های کشور تو مجلس بعد جلسه هم تایید کرد مطالبی که تخصصیش اشاره شد همش هم کاملا درسته. آقایون گفت پرونده رو نگاه کرد، گفت یه پرواز شرق آسیا داری. گفتم درسته. گفت تو مسیر شرق آسیا تو این مسیری که حرکت میکنی شب از رو ایران داری رد میشی. گفتم خب. گفت تو این شهرهایی که رد میکنی یکیش مشهده. گفتم خب. گفت اون ساعت شب از تو کابین اگه نگاش کنی مشهده یه نقطه ای رو میبینی که این نقطه نور ازش تلألؤ میکنه و به جانب آسمان خدا اصلا داره نور میده. این قبر امام هشتم ماست. ما بهش میگیم رؤوف الائمه، ما بهش میگیم ضامن آهو. از تو کابین چشت به این حرم افتاد بگو یا امام رضا عماد آدرس داده قبر تو رو، حرم تو رو، زنم مریضه، یه تفضلی کن. گفت آقا هفته بعد گفت سوار هواپیما شدم، به کمکم هم گفتم، خودم هم یادم بود رو آسمان ایران مشهد که رسیدم شب از نیمه گذشته بود. از رو آسمان مشهد که می گذشتم یه نگاه کردم حرم علی ابن موسی رو دیدم، دل از دلم رفت. از تو کابین با این امام هشتم علیه السلام سخن گفتن، هیم میگفتم عماد آدرس تو رو داده، عماد گفته دست رد به سینه هیچکی نمیزنی، زنم مریضه، میشه یه لطفی بکنی، میشه یه عنایت بکنی. گفت تو کابین گریه میکردم، رو آسمون مشهد میچرخیدم. بعدم مسیرم رو ادامه دادم. 3-4 ساعت بعد فرودگاه مقصد که نشستم زنگ زدم خونم احوال زنم رو بپرسم، دیدم داره گریه میکنه. گفتم زن چته داری گریه میکنی؟ گفت امام رضا کیه؟ گفتم زن نمیفهمم چی داری میگی. گفت من خوابیده بودم تو خونه، یکی دیدم وارد شد، فرمود پاشو. گفتم مریضم، تومور مغزی دارم، بذار بخوابم، با خوابیدن دردم کمتر میشه. فرمود من بهت میگم پاشو. گفتم تو که هستی؟ گفت شوهرت الان رو آسمان شهر منه، من امام رضای عمادم، از قول من به شوهرت بگو سلام ما رو هم به عماد برسونه، هرچی از این جور مشتریام داره بفرسته، ما هیچ کسی رو ردش